تورم چیه؟ این تمساحه. تمساح تو رودخونه زندگی میکنه. تمساح دوست داره ماهی بخوره. تو تمساح آباد هر یه ماهی قیمتش 1 صدفه. تمساح کار میکنه. 1 صدف میگیره، باهاش 1 ماهی میخره. تمساح سیره. تمساح خوشحاله. زندگی خوبه. یک روز پادشاه تمساح‌ها کلی صدف جدید درست میکنه. خیلی خیلی زیاد و به همه تمساح‌ها صدف میده. حالا همه تمساح‌ها 1 کیسه پر از صدف دارن. همه فکر میکنن پولدار شدن. همه میرن که ماهی بخرن. ولی تعداد ماهی‌ها که بیشتر نشده. ماهی فروش میبینه همه کلی صدف دارن. با خودش میگه ماهی فروش داد میزنه. قیمت جدید. هر 1 ماهی 10 تا صدف. به این میگن تورم. یعنی صدف‌ها زیاد شدن ولی ارزششون کم شده. انگار دیگه خاص نیستن. تمساح کلی صدف داره ولی فقط میتونه 1 ماهی بخره. اون دیگه پولدار نیست. تمساح گرسنه است. تمساح غمگینه. صدف‌هایی که پس‌انداز کرده بود دیگه ارزشی ندارن. شاید پادشاه دلش 1 تخت سنگ جدید میخواست. پس فقط صدف بیشتری چاپ کرد. تورم یعنی پول تو امروز کمتر از دیروز ارزش داره. تمساح فهمید داشتن ماهی بیشتر از داشتن صدف بیشتر مهمتره.